سلام. ما میخوایم امروز در مورد خاک صحبت کنیم. محمد یاسین، الان ما اومدیم چیکار کردیم؟ 3 لیوان داریم که از خاک رست، شن و شن و ماسه پر شده. خب 3 لیوان آب داریم که همزمان باید بریزیم توی این 3 لیوان. خب این یکی تو بریز، این دوتا رو هم من میریزم، با هم دیگه میریزیم. بعد نگاه میکنیم ببینیم آب از کدوم یکی از اینا زودتر رد میشه. خب چی شد مامان؟ آب از کدوم یکیشون زودتر رد شد؟ شن. آفرین، از شن آب زودتر رد شد. بعد شن و ماسه و بعدش هم از رست. چقدر آروم داره آب ازش رد میشه. خب محمد یاسین، از انجام این آزمایش چه نتیجه میگیریم مامان؟ هر چیز درای خاک درشتر باشه آب زودتر عبور میکنه. خب محمد یاسین، فصل 9 علومتون در مورد خاک داره صحبت میکنه. بخون. زمین خانه خاکی ما. گفته خاک ارزشمند است. ارزشمند میدونی یعنی چی؟ یعنی خوبه، یعنی چیزی که خیلی خوب باشه. آفرین. غذای ما و همه جانوران به وسیله گیاهان درست می شود. هر جا گیاه هست معمولا آنجا خاک هم وجود دارد. پس میتونیم بگیم خاک کجا هست؟ جایی که گیاه هست. آفرین. کدام جانوران در خاک زندگی می کنند؟ موش کور، مورچه، کرم. آفرین. در چه محل‌های خاک وجود دارد؟ همه جا خاک است. خاک ها متفاوت هستند که چند نوع خاک هم اینجا الان ما گذاشتیم. چه نظری با هم فرق دارند؟ رنگشون. آفرین. دیگه چی؟ رنگ نگار این درسته. قهوه‌ایه، این سفیده. رنگشون با هم فرق میکنه. جنسشون. جنس یا اندازه. جنس هم میشه بگی نرمه، سفته، سخته. پس ما میتونیم بگیم خاک ها از نظر شکل و اندازه و رنگ با هم تفاوت دارن. خب نگاه، الان گفتیم که محصولات کشاورزی خاکشون با هم مامان فرق میکنه. بعضی جاها طبق اون محصولات کشاورزی که دارن خاکشون فرق میکنه. نگاه مثلا مثل تو کوه ها، خب یه درختایی هست تو کوه، درخت سقز. آفرین، سقز یا کندر توی کوه رشد میکنه و این خاک کوه سفت، سخت، سنگ درخت رشد کرده. ولی مثلا درخت پرتقال یا درخت نارنج توی یه خاک هست که نرم هستش. میدونی برای چه کشاورزا شخم میزنن زمینشون؟ چون که آب زودتر عبور بکنه. آفرین. میخوان که این زمین ها رو شخم میزنن که هم هوا مامان تو خاک ها رد و بدل بشه، جا به جا بشه بهتر و همین که آب. خاک برای ما میدونی بگی چه استفاده هایی داره؟ کشاورزی، خب ساختن خانه، کوزه باش درست میکنیم. ظرفای سفالی رو ما از خاک درست میکنیم. یه سوال دیگه، میدونی اصلا خاک از چه چیزی به وجود میاد؟ نه. خاک بر اثر خرد شدن سنگ ها به مدت طولانی، یعنی سنگ ها خرد میشن، خب یه مدت خیلی طولانی سنگ خرد میشه و خاک به وجود میاد. میتونی تو شغلان ببری که در ارتباط باشه با خاک؟ کشاورزی. خب یکی دیگه هم میتونی بگی که تو کتابتون هم هست، کوزه، سفالگر. محمد یاسین، زمین رو بکن و خوب نگاه کن ببین تو خاک چه چیزایی میبینی.
کن. تو خاک چه چیزایی دیدی؟ خرس دیدم، مرچه دیدم، چوب دیدم، سنگ دیدم.